حاجتی قم الیک حاجتی. ای علم دار سپه سقای خیل کودکان، ای علم دار سپه سقای خیل کودکان. ای پناه اهل بیت تو خواهران و دختران، گشت تاریک این زمان بر من تمام این جهان. رفتی و آسوده و فارغ تو از این محنتی، مهجتی قم الیک حاجتی، مهجتی قم الیک حاجتی. رفت و از کف قاسم و عباس و اون و جعفرم، رفت و از کف قاسم و عباس و اون و جعفرم. بود و کافی محنت و داغ علی اکبرم. منخسف گشتی چرا ماه بنی هاشم برم. از چه ای نخل امید من تو کوته قامتی، مهجتی قم الیک حاجتی، مهجتی قم الیک حاجتی، مهجتی قم الیک حاجتی. برادران و خواهران استحضار داشته باشند. این یورشی که الان لشکران کوفه به پشت خیمه ابا عبدالله آوردن، از جزعت و جسارتی است که بعد از کشته شدن ابوالفضل پیدا کردند. و الا کجا جرأت داشتن قوم کوفی چنین حمله کنن؟ خرد و بزرگشون دلیر شدن. اینجا میفهمیم چرا ابا عبدالله فرمود الان انکسر ظهری و قلت حیلتی. حسین ایران نجد از مکان تا لا مکان مرکز، زگرد کوب زل خنگش فلک در توب و اندر تب. تو خود آن پردشی پردلی که از تو و شیرنج جگر سوزد. نمانده عقل بر فرق و نمانده هوش بر مرکز. بس هل من مبارز گفتم در خیمگه خفتیم خدیبه و خسرو جان عزیزم آمده بر لب. حسین هل من مبارز یا حسین، حسین قتل تو جوجه شد. السلام علیک یا ابا عبدالله، ابی عبدالله، ای لنگر نه رواق اعظم شاها. حسین آقا ای لنگر نه رواق اعظم شاها، وی باعث آبروی آدم شاها. ابی عبدالله از طرف وجود تو جهان شد موجود، از بود تو بود عالم شاها. از شرق الی غرب شود کن فیکون. ابی عبدالله گردیده خود نهید بر هم شاها،
چون برگ خزان بریزد از تن سر خلق. گر دست زنی به تیغ خم خم شاها. حسین آقا فرمان دهی ار به قاسمان بچه قضا، کز دولت او شیر کند رم. شاها ابی عبدالله تا کی به درون خیمه گه بنشینی؟ تا چند خوری از بی کسیت غم؟ شاها امید ره نجات ابی عبدالله، امید ره نجات باشد به دو چیز، لطف تو نطق میر ماتم. شاها که هل مبارز منی حسین تشنه جگر، مبارز تو بیاید به جانب لشکر. سلامتی و تعجیل در فرج مولا صاحب الزمان صلوات الله. من الله و فتح قریب، داد از تو کی نجوی جفا گستر ای فلک. داری چه فتنه ها تو به زیر سر ای فلک. افکنده ای به دشت معرکه کارزار کین، در خون تو نخل قد علی اکبر ای فلک. اکنون تو را خیال به قاسم که از جفا گردد شهید قوم جفا گستر ای فلک. از ظلم و کینه ای تو یا چرخ کین شعار، مندم چنین به کرب و بلا گستر ای فلک. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم. تا درگه تو گرد در جمع با سال یک بار، این جمع درش همیشه باز از حسین. السلام شافعی مر آسیان روز جزا، بر یتیمان رحم کن موضوع از بهر خدا. من یتیمم ای عمود است ملادامان تو، کن ترحم از وفاتم، جان کنم قربان تو. قاسم ای سرو گلستانم علیک، مایه روح روانه نور چشمانم علیک. ای یتیم خون دیگر افغان مکن
جان مکن امو جان گرچه دانم مطلبت را سر به سر ساز افشای یتیم خونجگر ای عمه تاجدار و شهنشاه و سرورم خواهم که جان خیش به راه تو بسپرم در جان نثاری تو به سالم کبوترم خواهم به خاک غلطم و خون ریزد از برم عمو جان دارم توقعی که بسازیم سرفراز در روز حشر نزد خدا و پیامبرم ای نونهال باغ وفا سر به نو برم روشن ز عارض تو بود دیده ترم هر دم به روی ماه تو تسکین دل دهم باشی تو یادگار ز جناب برادرم رو کن به خیمه در بر مادر به شورشن به خدا پشتم شکست داغ علی اکبر حسین عمو یتیم و نوازی بکن بدار جهان مرا بدار سر لای خود گردان اموز من بشناد است تمن به دامانم بکن یتیم نوازی شبم به قربانم اگر چه طفلم هستم یتیم ای سرور مرخصم به نماجم به دکتر کافر امیدوارم طفلت در غیر موسم یتیم نشود انشاءالله آن یتیم نوازا قاسم سر و گلستانم یقین یادگاری از حسن ای دلغمین رو کن به خیمه جان عمو این زمان بشین پشتم شکست داغ علی اکبر حسین کنم چه چار خدایا دگر به این غم و شین که را شفیع کنم خدمت امام حسین که بیامد بیاد این محزون نوشته ای که به دردم با دل پرخون زکه امو زکید زمان نگر چه غم دارم ز خون خیش به مهرم پدر رقم دارم به خط و مهر حسن کن نظاره سرور مرخصم به نما جنگ لشکر کفر به قربان خط شریفت حسن برادر الهی فدایت شود جان من عزیز برادر کجایی ببینی تو در کربلا ببینی حسینت به غم مبتلا ببینی
چشم ترم جوان برگشتم